دانشگاه میری؟ نه، منم میام بیمارستان. میخوام با مامان حرف بزنم. بهتره من نیام. چرا؟ دیروز حرفمو زدم، همه زورمو زدم. نمیخوام دیگه بیشتر از این باش مخالفت کنم. ببین، این زن تو تمام زندگیش هیچی از من نخواسته. چه اون موقعی که سرم به درس و دانشگاه گرم بود، چه اون سالایی که تو جبهه بودم. زندگیش همش صبوری بوده. همین بیماریش. تو این 3-4 سال تا حالا شنیدی یه گلایه بکنه؟ تحمل، فقط تحمل. تو خودتو بذار جای من. تو تمام زندگیش فقط یه چیز از من خواسته، فقط یه چیز. بابا جون، میخوایم باهاش حرف بزنم یا نه؟ آره عزیزم، اما نگو من فرستادم. باشه. خداحافظ. سلام آقای دکتر. سلام. اومدیم ازتون تشکر کنیم. ببخشیم بابته؟ به خاطر عمل جراحی دخترمون روز. آها. خواهش میکنم. با اجازت. ببخشید آقای دکتر. بله. کی عملش میکنید؟ فکر میکنم هفته آینده. چرا انقدر دیر؟ حالا من این هفته خودم درگیری شخصی زیادی دارم. گذشته از این بهتره چند روزی صبر کنیم، یه کارایی انجام بدیم بلکه درصد هوشیاری دخترتون افزایش پیدا کنه و ریسک عمل پایین بیاد. همین. راستش آقای دکتر، من تصمیم داشتم اونو ببرم خارج از کشور، ولی وقتی همه شنیدن که شما قصد دارید اونو عمل کنید، بهم توصیه کردن این کارو نکنم. همه میگن دکتر پژوهان بهترینه. نظر لطفشون خانم، محبت دارم. شنیدم تو کمیسیون پزشکی تنها شما بودید که قصه اون رو خوردید و ازش دفاع کردید. اونو به ما برگردونید تا بهتون ثابت کنیم آدمای قدر شناسی هستیم. دخترم روز از همه دار ندارم برام ارزشمندتره. ببینید آقای قدیانی، اگه پزشکای دیگه با انجام عمل جراحی موافق نیستن، به این خاطر نیست که قصه دخترتون نمیخورن، بلکه بیشتر به این خاطره که میترسن وضعیت وخیم دخترتون باعث بشه که خدایی نکرده این عمل فوت کنه. این عملو حتی اگه منم انجام بدم ممکنه اتفاق بیفته. آقای قدیانی عزیز، من در مقابل کاری که براتون انجام میدم توقع هیچ پاداشی ندارم. فقط دلم میخواد خیلی واقع‌بینانه با این موضوع روبرو بشیم و نسبت به نتیجه عمل جراحی خیلی خوشبین نباشیم، هم شما هم خانمتون. با اجازتون. سلام خانم دکتر. سلام، حال شما؟ ممنونم، شما چطوری؟ متشکرم. مزاحمتون که نشدم؟ نه اصلا، بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون. راستش مصدق اوقات شدم. یه مقاله نوشتم درباره بررسی آنوریسم عروق‌های مغزی به روش DSA. بالاخره مثل این که قبول کردن و قرار هفته آینده توی بریتیش ژورنال چاپ بشه.
میخواستم نگاهی بهش بندازین، لطف کنین منت بذارین ببینین اون بخشایی که مربوط به روش‌ها و مقدمات بیهوشی اینا میشه ویرایش بکنین. البته اگه زحمتی نیست. اصلا زحمتی نیست. تبریک میگم. ممنونم. راستش میدونین چیه؟ اینقدر این روزا خودمون رو درگیر جراحی و گرفتاری مختلف کردیم که دیگه فرصتی برای پژوهش و تحقیق و کارهای تئوری نمونده. اینه که همچین فرصتایی رو باید واقعا مغتنم شمرد. بله، شما حق دارید. خیلی خوشحال میشم اگه راجع به متن اصلی هم چیزی به نظرتون رسید بهم بگین. خوشحال میشم، ولی در اون زمینه شما استادین و بنده شاگرد. اختیار داری خانم، اینا همش تعارفه. اینو جدا عرض میکنم، نظرات شما در همه زمینه‌ها برای من ارزشمنده. خیلی از ته دل میگم. شما لطف دارین. راست خانم دکتر، یه سوالی برای من پیش اومده، میتونم بپرسم؟ بله حتما. دیروز توی اون کمیسیون پزشکی شما واقعا معتقد بودین که اون عمل جراحی باید انجام بشه، یا اینکه فقط میخواستید از دکتر پژوهان و ناینی دفاع کنید؟ اونا خیلی خوب میتونن از خودشون دفاع کنن. چرا همچین فکری کردین؟ خب برای خانم دکتر شما درست میفرمایید، اما چطور ممکنه پزشک باهوش و حاذق و مجربی مثل شما ندونه که تقریبا محال همچین مریضی با چنین وضعیتی از همچین عمل جراحی جون سالم به در ببره؟ تفاوت بین نگاه من و شما درست در همین کلمه‌ای که به کار بردین. تقریبا. یعنی خودتونم قبول دارین که غیر ممکن نیست و یه درصدی هر چند جزئی امیدی برای نجات ایشون هست. ولی این درصد انقدر ناچیز و کمه که نمیتونه توی محاسبات تصمیم گیری وارد بشه. اینطور نیست؟ میدونید چرا من دکتر پژوهان رو تحسین میکنم؟ نه فقط به خاطر اینکه ایشون جراحی موفق و معتبرن، بلکه بیشتر به این دلیل ایشون رو ستایش و تحسین میکنم که در این شرایط ریسک جراحی رو پذیرفتن و اصلا براشون مهم نیست که با شکست احتمالی اعتبار حرفه‌ایشون خدشه‌دار بشه. به نظر من این خصلت ایشونه که بسیار انسانی و با ارزشه. ببخشید. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. خودم هستم، بفرمایید. بله حتما تو پاویون هستم. بله میام خدمتتون. دکتر ناینی بود، مثل که با هم کاری داره. من با عزتون مرخص میشم. خواهش میکنم. یه نگاهی به این مقاله بندازین، وقتی خوندینش خبرم کنین. حتما. سپاسگزارم. با عزتون. جانم به تو مشغول نظر در چپ و راست تا نگویند حریفان که تو منصور منی. سلام علیکم. دستشو چرا بستین؟ هی میکشید و سرمو میکند. به حال خودش نیست دکتر. باید مرتب بهش سر بزنید، نه اینکه دستشو ببندید، اونم اینقدر سفت. من نبستم، خانم رضایی بست. بازش کنید خانم، بازش کنید. دیگه هم نبینم دست هیچ بیماری رو ببندید. اگه نمیتونید مراقبت کنید به بستگانش، به فامیلش بگین که همراه براش بذارن. چشم. ای بابا، براش عکس و آزمایش مجدد نوشتم، پیگیری کنید همین امروز انجام بشه. چشم. بابا جانم کجا بودی؟ راضی نشد نه؟ بیشتر از خودتون به شما ایمان داره. دانشگاه دیر نشه. نمیشه عملو یه چند روزی بندازی عقب؟ برای چی عزیزم؟ شاید زمان کمک کرد که مامان رضایت بده. نه اون راضی نمیشه. عملا بیشتر از این صحیح نیست به تعویق بیفته.
خداحافظ. بابا جانم. عمل خطرناکیه نه؟ کاش یکم از اون ایمانی که میگه مامانت به من داره تا هم داشتی. برو پلوش، تنهاش نذار، اما نه با این قیافه. تا میتونی بهش روحیه بده. خب خداحافظ. میشه توضیح بیشتری بدین دکتر؟ سرعت رشد تومور خیلی عجیبه. داره ریشه میدونه تو بخش‌های تحتانی. برای همین خواهش کردم بیای اینجا. اگه عمل تقویت زودتر انجام نشه ممکنه موجب اختلالات تنفسی در خانم پژوهان بشه. سلام. خسته نباشیم. متشکرم. بشین. ممنون. چشم. گفتم بیای تا روز عمل مورد رو قطعی کنیم. فکر میکنم برای پس فردا خوب باشه. من 2 ساعت دیگه پرواز دارم برای سمینار اهواز و فردا اصلا برمیگردم. ضمناً میخوام دکتر جودت به عنوان دستیار و دکتر بردیا به عنوان مسئول بیهوشی تو این جراحی منو همراهی کنن. البته اگه از نظر تو اشکالی نداشته باشه. نه اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. اما راستش من تصمیم گرفتم مولود خودم عمل کنم. برای چی؟ خودش میخواد، همین. حدس میزدم اینطوری بشه. هر کسی دیگه هم جای ایشون بود همینو میخواست. خب معلومه که تو خیلی بهتر از منی. نه اصلا موضوع نیست. فقط میگه خودت باید عملم بکنی، نه به این علت که من از شما بهترم، فقط چون شوهرشم، همین. ولی دکتر جان باید بگم که اشتباه بزرگی داری مرتکب میشی. دکتر ما هممون خیلی خوب میدونیم که شما به همسرت خیلی علاقه داری، شدیداً. اما متاسفانه همین علاقه شدید توی چنین شرایطی، توی همچین عمل جراحی ممکنه درد سرساز بشه و به هر دلیلی تمرکز شما رو ازتون بگیره. کافیه به هر دلیلی شما دچار تشویش، اضطراب و اینجور چیزا بشین. وقت میدونی یعنی چی؟ بنده اصلاً صلاح نمیدونم شما این عمل خودتون انجام بدین. درسته دکتر، میفهمم. اما همه ما میدونیم که اعتقاد و اعتماد بیمار به پزشکش چقدر میتونه تو موفقیت جراحی موثر باشه. حق با دکتر پژوهانه. خیلی از اوقات همین اعتماد حتی بدون تجویز دارو باعث بهبودی بیمار میشه. اما موقعیت سختیه. من این پیشنهاد دارم، شما به همسرتون بگین که خودتون عملشون میکنید، هیچ مشکلی نیست. اما به مجرد اینکه دکتر بردیا کارشون رو انجام دادن و بیمار کاملا بیهوش شد، کارو تحویل دکتر ناینی بدیم. به همین سادگی. به نظر من خیلی فکر خوبیه. نه. چرا نه تاها؟ اینطوری هر دو امتیاز رو داریم. برای اینکه من هیچ وقت به همسرم دروغ نگفتم. خب الان هم قرار نیست دروغ بگی، به هیچ وجه. ببینید اون الان بیمار شماست، همسر شما نیست. پزشکم همیشه صلاح بیمارشو میخواد و صلاح ایشون در اینه که یک دروغ مصلحتی بهش بگی. ممنونم. خواهش میکنم. میخوام قدم بزنم. خطرناکه براتون. نه مواظبم. نه ممکنه هر لحظه سرگیجه بیاد سراغتون. تو رو خدا ما رو با دکتر پژوهان در نندازید. کجاست؟ کی؟ دکتر پژوهان. نمیدونم، یعنی تو بیمارستانه ها، نمیدونم کجاست. میخوای بگم پیجش کنن؟ نه لازم نیست. سلام خانم. سلام آقای دکتر. داری میری هواخوری؟ داشتم ناامید میشدم، فکر کردم دیگه نمیخوای بیای پیشم. پس به همین دلیل برام نامه نوشتی؟ ببینم عاشقانه است؟ ذلیلانه است. برای همین باید بهم قول بدی اگه زنده موندم بازش نکنی، ولی اگه مردم
فقط خودت بخونیش. پس پری الکی میگفت که بیشتر از خودم بهم ایمان داری. نه؟ پس تو فرستاده بودیش ها؟ نه ولی جلوشم نگرفتم. خب خیلی سعی کرد، ولی اون بیشتر از اینکه نگران من باشه نگران توه. خب دخترها بابایی هن دیگه، خودت هم میشه میگی. بالاخره قرار شد دکتر ناینی عملم کنه یا تو؟ اگه قرار اون عملم کنه از حالا میتونی اینو بخونیش. من میدونم اگه تو عملم کنی شاید زنده بمونم، ولی هر کس دیگه غیر از تو باشه حتم دارم که من میمیرم. تاها جان باشه تو بردی، خودم عملت میکنم. خوبه؟ خب حالا میخوای بریم بیرون؟ آره، بعضی از مریضان میگن بیمارستان برای ما مثل پادگان میمونه، برای من درجه‌ام خیلی بالاست. میتونم تو رو از در نگهبانی ببرم بیرون. بریم اینجا 2 تا بستنی بخوریم، بستنیاش فوق‌العاده است. آره بریم. آی دکتر کمک نمیخوای؟ نه خیلی ممنون، متشکرم. تاها جانم یه وقت منو قال نذاری یا؟ من حتی اگه بیهوشم باشم با تمام وجودم احساست میکنم. دکتر چی شده؟ روشن نمیشه. ای بابا ولش کن، بروی آژانس خبر کن، میرم فرودگاه. آژانس کدوم قربان؟ آژانس در خدمتتونه. بنده اینجا چیکارم؟ بفرمایید خواهش کنم. خیلی خوب جمعش کنین، دیرم شد. جمعش کنین. بریم بابا. مزاحم نشده. اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید. تو رو خدا این ماشین رو رد کن بره. به خدا بده. هر روز ناز میکنه، غمزه، اشوه، خرابی. که نشد کار. از این گذشته. برای جراح معروفی مثل شما افت داره که یه ماشین مدل 91 سوار شه. نه تو رو خدا قضاوت کن. دیگه از ما گذشته. ماشینای جدید به درد شما جوونا میخوره تا با هم دیگه کورس میذاره. تازه مگه به معروفیته؟ لابد دکتر پژوهان که از من معروف داره حتما باید سفینه فضایی سوار بشه. خیلی ممنون که بندرم جزو جوونا حساب کردی. لطف کردی. راستی دکتر این پژوهان ما یه جوری نشده به نظره، عوض نشده، اخلاقش تغییر کرده، یه جوری رفتار میکنه انگار دانشجوی سال پایین پزشکیه. من درکش میکنم. اتفاقا من اصلا درکش نمیکنم. شاید برای اینی که تو هیچ وقت عاشق نبودی. ببخشید، منظور بدی نداشتم. درسته که 2 سال از مریم جدا شدم، ولی معنیش اصلا این نیست که عاشق نبودم. گفتم که ببخشید. حق با توه. حتی اگر قبلا هم عاشق نبودی الان مطمئنم که دیگه عاشقی. ببینم بالاخره نمیخوای در مورد بردیا یه اقدامی بکنی؟ راستش هنوز آمادگیشو ندارم. بچم دکتر، ممکنه کسان دیگه آمادگیشو پیدا کنن و زودتر دست به کار بشن و سر تو بی کلاه بمونه. کی؟ شخص خاصی مورد نظرم نیست. راستش از شما چه پنهان دکتر جان، یکم میترسم. از چی؟ بعد از 10-12 سال زندگی مشترک با مریم مقابل بردیا احساس آدمای کم تجربه رو دارم. ترسم جلوش کم بیارم. آخه میدونی طرف خیلی جدیه. جدی، خودساخته و البته سختگیر. و الا تا حالا ازدواج کرده بود. درست فهمیدی. تو برای به دست آوردنش باید حسابی تلاش کنی. ببینم دکتر، میخوای خودم برات آسین بالا بزنم؟
هر وقت پژوهان اجازه دادنش عمل بکنی وقت منم بهت اجازه میدم واسم بری خواستگاری. بفرمایید. سلام بابا جون. سلام دختر گلم. حالت چطوره؟ مامانت چطوره؟ عالی و سرحال. شنیدم صبح رفتیم پیکنیک و خیابون گردی؟ بله. بس چی؟ دکتر بردیا بهم گفت. چیا؟ اینکه قراره به مامان بگین که شما عملش میکنید، ولی وقتی بیهوش شد دکتر ناینی عملش کنه. نقشه خوبیه. مامان دیگه فکر اینجاشو نکرده. چرا؟ اتفاقا کرده. بهم گفت حتی وقتی به هوش بشه حضور منو حس میکنه. پس نقشه عملیات لو رفته. ببینین نفوذی تو اتاق فکر کی بوده. حالا به نظرت من چی کار باید بکنم؟ ببین بابا جون، اگه داری اینو میگی که منو تو عواقب تصمیم گیریتون شریک کنی، مطمئن باش هر تصمیمی که بگیری و نتیجهش هر چی که باشه منم به اندازه شما سهیمم. اما اگه دارین از من مشورت میگیرین، من آدم مناسبی برای جواب دادن نیستم بابا. پس مواظب مامانت باش. خب؟ هستم. خیالتون راحت. خداحافظ. بابا جون. جانم. شام بخورید. حتما. چندمین دفعه است که از صبح تماس میگیرم. مامان حالش خوبه؟ هی خودت که حال و روز منو میدونی دایی جون. دارم سعی میکنم تو اولی فرصت بیام. مولود کی عمل میشه دایی؟ بابا چطوره؟ آقای دکتر ارادت داریم. ما همه یه خواهر رو داریم. تو رو خدا هواشو داشته باش. خدا حافظ. به چی فکر میکنی؟ به اینکه چقدر کله شق بودی و من نمیدونستم. من؟ البته این چیزیه که بچهای دانشگاه به من نسبت میدادن، اما من زیر بار نمیرفتم. تازه دوزاریم افتاده به کی رفتم. سر به سرم نذار. جدی میگم ماما، کلی هم دلم واسه بابا سوخت. کاش که میرفتی پلوش یه غذایی براش درست میکردی. مامان جون، دخترتو خوب تربیت نکردی. دستپختم افتضاحه. اینجوری شاید بره رستوران شام بخوره، ولی اگه من بپزم عمرن لب نمیزنه. دیشب یه لقمه هم نخورد. یادم باشه اگه سال اومدم بیرون حتما همین کارو بکنم. چی؟ تربیت جنابالی و آموزش آشپزی. فکر کنم یکم دیر شده. ماما